سلام، نیلوفرم. بعد از یه مدت خیلی طولانی، ببخشید که انقدر طول کشید تا بیام و خواستم بگم که میخوام در مورد کمردرد حرف بزنم. اما من دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی هستم و اطلاعاتم فقط بر اساس درسی که خوندم و مقالات خواهد بود. اگر مشکل کمردرد دارید باید به پزشک مراجعه کنید، اما با من باشید برای اینکه بررسی کنیم کمردرد چرا پیدا میکنیم و بعد راههای پیشگیریش چیه و چطوری میتونیم تا حدی درمانش کنیم. اما یادتون نره که برای درمان باید به پزشک مراجعه کنید. کمردرد یکی از شایع ترین مشکلات اسکلتی عضلانی در بین بزرگسالانه و تقریبا 80% مردم در طول زندگیشون دچار کمردرد هم میشن و این دلایل مکانیکی میتونه داشته باشه تا مشکلات مزمن ستون فقرات. دلایل بروز میتونه خیلی متنوع باشه، همونطور که روش‌های پیشگیری خیلی متنوع و همچنین روش‌های درمان. اما الان ما میخوایم بپرسیم از خودمون که چرا کمردرد میشیم؟ علت اصلی اکثر مشکلات کمردرد به دلیل مشکلات مکانیکی ستون فقراته، مثلا وضعیت بد بدن، ضعف عضلات شکمی و کمری و یا استفاده اشتباه از کمر هنگام انجام فعالیت. یعنی چی؟ یعنی حرکات ناگهانی که میخوایم انجام بدیم، داریم انجام میدیم در طول روز، یا اینکه میخوایم یه جسمی رو بلند کنیم و جایی جابجا کنیم، به طور اشتباه این رو برمی‌داریم و فشار به کمر میاریم. اون کشیدگی عضلات و پیچ‌خوردگی رباط‌ها درد رو ایجاد میکنه، چون که روی ستون فقرات و اون اعصابش فشار میاد، یا به نوعی ساییدگی و آرتروز که با افزایش سن میتونه اتفاق بیفته، یا همین چاقی، نشستن‌های طولانی مدت که زندگی‌های امروزی در محیط‌های کاری برامون بسیار زیاد اتفاق میفته که ساعت‌های طولانی در طول روز بشینیم، همه اینا میتونه باعث ایجاد کمردرد بشه. و یا حالا اون فتق یا بیرون زدگی دیسک بین مهره‌ای که اون هم باعث فشار روی اعصاب ستون فقرات میشه. و در موارد حالا خیلی نادرتری عفونت‌ها یا اون مشکلات کلیوی، یا حتی در موارد نادرتر این که توموری داشته باشه کسی و حالا درد در جایی ایجاد شده باشه و حس کنه که حالا اومده به سمت کمر، اینها میتونه باعث حس کمردرد باشه. ولی حالا چطور میشه از این مشکلات مکانیکی ساده که مال ستون فقرات هم هست پیشگیری کنیم؟ پیشگیری از کمردرد با رعایت عادتهای حرکتی و سبک زندگی سالم میتونه اتفاق بیفته. مثلا حرکت‌های کششی که باعث تقویت عضلات کمر و شکم میشه، مثل پلانک، شنا یا گربه، یا حالا فعالیت‌های حرکتی دیگه. میتونیم کفش پاشنه کوتاه و کفش مناسب استفاده کنیم که این فشار رو بر ستون فقرات نگذاریم، کمش کنیم، چون پاشنه‌های بلند به ستون فقرات فشار میاره. کلسیم و ویتامین دی استفاده کنیم برای افزایش استحکام استخوانامون و میتونیم صندلی‌های ارگونومیک داشته باشیم، یا اینکه هر نیم ساعت از جامون بلند شیم، وضعیت نشستنمون رو تغییر بدیم و سعی کنیم که حواسمون به حرکاتمون در طول روز باشه. فعالیت‌های ناگهانی وقتی که خب عضلاتمون گرم نیست، به عبارتی دیدیم که قبل از ورزش میگن گرم کنید، این به خاطر اینه که عضلات آمادگی داشته باشه. وقتی که عضلات آمادگی نداره و حرکات ناگهانی در طول روز انجام میدیم یا وسیله سنگین با روش‌های نادرست از روی زمین برمی‌داریم، جابجا می‌کنیم، همه اینا باعث درد کمر میشه. رعایت وضعیت صحیح بدن رو گفتم و داشتن تناسب اندام. سعی کنیم از چاقی دوری کنیم، چون که واقعا یه باریه که روی کمر گذاشته میشه. تا جایی که یادم میومد اینها رو گفتم. اما درمان رو اگر بخوام بگم که چه درمانی کمک میکنه، شما باید
وقتی که کمردرد دارید به پزشک مراجعه کنید. حالا پزشک نسبت به اینکه میبینه اصلا علت کمردرد شما کدام گزینه است و طبق صلاح دید خودش به شما یه سری درمان‌هایی رو پیشنهاد میده که حالا از بین اونها من براتون میگم که چیا میتونه باشه، اما یادتون نره که فقط پزشکه که میتونه به شما بگه که کدوم برای شما مناسب. درمان کمردرد نسبت به علت به وجود اومدن اون کمردرد متفاوته. اما نگران نباشید که به پزشک مراجعه کنم ممکنه که جراحی داشته باشه. نه، در بیشتر موارد بدون جراحی کمردرد شما بهبود پیدا میکنه. پس نگران این نباشید، به پزشک مراجعه کنید و ایشون ممکنه به شما ورزش درمانی بده، یعنی یه سری حرکات ورزشی مخصوصا کششی هستن که بهتون میده برای تقویت عضلات شکمی و کمری، یا شما رو میفرسته در کنارش پیش فیزیوتراپ و در واقع فیزیوتراپ و شاید ماساژ درمانی که اون اسپاسم‌های عضلاتی از اون ناحیه برداشته بشه با حرکاتی که به شما میدن و اون وسایلی که استفاده میکنن خون رسانی رو و گردش خون رو در اون منطقه بیشتر میکنن و باعث میشه که این کمردرد شما بهبود پیدا کنه. در مواردی شما رو به یک روش الکساندر یا رفتار درمانی آشنا میکنن که در واقع کمک به طرز ایستادن بهتر هست و حالا البته در مورد این اطلاعات کافی خودم هم ندارم، اما کمک میکنه به بهبود طرز ایستادن به طور کلی. در ویدیوهای بعدی شاید بیشتر در مورد این تحقیق کردم و اومدم. دارو درمانی با ضد التهاب ها که در بعضی موارد که حادتر باشه، مزمن‌تر باشه، ممکنه که دارو درمانی رو تشخیص بدن و حالا ضد التهاب هایی رو تزریق بکنن. اما در نهایت های فیزیکی منظم، آموزش صحیح حرکات بدن و تقویت عضلات مرکزی بدن بهترین راه پیشگیری و کنترل کمردرد برای شما خواهد بود. پس پاشو اون تمرینات کششی سبکت رو کم کم انجام بده تا از کمردرد دور باشی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.